آقا اون بازی معروفه اون موز معروف های ایموت بچه صدا کم کنیم ایموت بزنیم چون روخی داره بچه ببخشید من موری که یه اکانتی بودم که تو کامنت داده بودید اون کامنت حذف کردم که همه نرن تو اکانت یارو بعدش یارو نه شما بعدش اگه زیر این پسته آقا زیر این پست جیمیل ایمیلتون رو بذارید شماره اکانتتون اینا مثلا شماره تلفنی رو نه مثلا الان آیدیتون رو میدیم به من با پسوردتون رو من میرم واسه تون تیک روبلاکس رو میگیرم روبلاکس پلاس یا ویدیوهای روبلاکس میذارم پیج این ویدیوها رو نبینید به نظر من این ویدیوها رو نبینید فیلم های روبلاکسی میخوایم بذاریم اگه هستری بریم خیلی چیزا این یکی از اکانت های بچه هاست بهمون اعتماد کرده داده اگر شما میخواین تو این بازی مثلا محبوبیتتون زیاد باشه یا اصلا ادمین پنل بگیرید مثلا چت کامل مثلا این گوشه سمت راست اونجا یه گزینه میاد شما اونو میزنید خب باختیم بردیم جانادو هم بود ماشاءالله بعدش ما میریم اونجا سرور واسهتون میسازیم میریم توی اکتیوا و جون سرور خودتون میشید و ادمین رو میگیرید و یه کامندی هست بچه من اونو اگه چنلم یه کار ساب بخوره و این ویدیو 25 لایک بخوره چیت پرواز رو میذارم تو کیبوردم سیو دارم میذارم به کانال میذارم لینکش تو این چنل هست این ویدیو برو تو چیت پرواز رو میذاریم اگه 25 لایک بخوره و ویدیو و یک لایک فهمیدید یک کاسا بخوره من چیت پرواز رو میذارم با 25 لایک سابون لایک رو بکن چی پرواز رو بذارم و اونایی که به من اعتماد میکنید و چیت پرواز رو اصلا تو همین چیزشون میدم تو خودش ولی بعد اونایی که اکانت میدن رو بهم بگن بیان تو پیویم بهم بگن زورا پس اونایی که به من اکانت رو میدین میایید توی کانال روبیکای من عضو میشید و من آیدیمو اونجا میذارم جوین شید بهتون میگم تا ویدیوی بعد گود بای.